ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори шашум. ровӣ ализода Абдурашид Хоҷамқул. боби 2. рушди иқтисодии Тоҷикистон ва дурнамои стратегии он. дуюм. афзалиятҳои стратегии Тоҷикистон. استحصال نوع‌های بیشتری محصولات کشاورزی به حساب هر سری اهالی نیز افزایش یافت. مثلا نسبت به سال 1997 استحصال گوشت 5.4 مراتبه، شیر 2.7 برابر، تخم 38 مراتبه، غله 1.8 برابر، کارتوشک 4.9 مراتبه، سبزوات 3.5 برابر، محصولات پارزی 6.4 مراتبه، میوه 2.2 برابر بالا رفته است. تنها در 10 سال اخیر استحصال گوشت به حساب هر سری اهالی نسبت به سال 2006 3.4 مراتبه، سبزوات 1.9 برابر، میوه 1.4 مراتبه، شیر 1.4 برابر و غله 1.3 مراتبه زیاد گردیده است. افزایش استحصال غله‌دانه و نائل گشتن به امنیت آذوقه‌واری یکی از وظیفه‌های افضلیت‌ناک حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. در نتیجه استفاده عاقلانه زمین‌های کارم آبی و براهماندن کشت تکراری زراعت‌ها با استفاده تخمی‌های خوش‌صفت و رعایت درست پرورش اگرتکنیکی زراعت‌های کشاورزی در دوام 25 سال استقلالیت دولتی استحصال غله‌دانه از 300,000 تن به 1,435,008 تن رسید. این امکان داد که اهالی جمهوری با مواد آذوقه استحصال خودی از قبیل غله‌دانه بهتر تامین شود. همزمان حاصلناکی میانه غله‌دانه از 12.8 سنتنر سال 1991 به 30 سنتنر در سال 2016 رسانیده شد. حالا زمین‌های کشت غله 313.1 گیکتار یا 51% تمام زمین‌های کشت را تشکیل می‌دهد. برای تأمین طلبات اهالی به کارتوشک خودی استحصال آن در سال 2016 به 898.1 تن رسانیده شد که نسبت به سال 1991 717.2 تن بیشتر است. افزایش حاصلناکی باشد از 141.1 به 228.1 سنتنر از هر گیکتار رسید. با مقصد رشد ساحه باغ و تاک‌پروری در دایره تطبیق برنامه مقصدناک دولتی رشد ساحه باغ و تاک‌پروری تنها طی سالهای 2010-2014 در میدان 50,000 گیکتار باغ و تاکزار نو بنیاد شده. در این زمینه بیش از 100,000 جایهای کاری نو مهیا گردید. در این دوره
چارواداری نیز رشد یافت. در دوام 25 سال سرشماری چاروای کلان 1.6 مراتب افزوده، در سال 2016 هم 2.7 میلیون سر را تشکیل داد. قسم اساسی افزایش سرشماری چاروای کلان از حساب بخش خصوصی تأمین شده است. سرعت میانه سالانه افزایش بوز و گوسفند در 5 سال آخر 7.2% را تشکیل نمود و به 5.4 میلیون سر رسید. برای ترقی دادن ساحه گوسفندی، قراکوری پروری و بوز انگاری نیز چاره‌های ضروری اندیشیده شده ایستادند. در سال 2016 هم استحصال گوشت 233,000 تن و شیر 918,000 تن را تشکیل داد که نسبت به سال 1991 متناسباً 158,000 تن و 338,000 تن زیاد می باشد. افزایش نظررسی سرشماری پرنده نیز تأمین شده است. در دایره تطبیق برنامه رشد ساحه پرنده پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2007-2015 هم تعداد کارخانه‌های پرنده پروری از 8 تا به 118 عدد زیاد شده است و در سال 2016 هم در همه شکل‌های خواجگیداری 5,112,000 سر پرنده پرورش یافته، 337.2 میلیون دانه تخم استحصال کرده شده است. ساحه زنبوری عسل پروری نیز در این دوره ترقی کرد. استحصال عسل در سال 2016 هم قریب به 3,995.6 تن رسید که نسبت به سال 1991 بیش از 6.7 مراتب زیادتر است. اگر در همه کاتگوری‌های خواجگیداری در سال 1991 همگی 61,500 عائله زنبوری عسل وجود داشت، پس حالا تعداد عائله های زنبوری عسل در کشور به 213,500 رسیده است که آن 3.5 برابر زیاد می باشد. با مقصد رشد ساحه ماهی پروری مجموعی تدبیرهای سودبخش عملی کرده شدند. در نتیجه در 7 سال شماره خواجگی های ماهی پروری از 8 به 220 عدد و استحصال محصولات ماهی به 2023 تن رسانیده شد. میدان عمومی خواجگی های ماهی پروری به 5,961 هکتار و میدان آبشان به 2,720 هکتار رسیده است که نسبت به سال 2008 متناسباً 222.6 و 173.4% زیاد می باشد.
تأمین بازار استعماری مملکت اساساً از حساب استحصال محصولاتی از جهت اکولوژی بی ضرر و تازه ساحه کشاورزی مهم می باشد. حالا پخته، میوه خشک و پیاز از مالهای اساسی صادراتی کشاورزی کشور محسوب می یابند. در سالهای 2011-2016 صادرات پخته 15% را تشکیل داده، حصه میوه خشک و پیاز باشد تقریباً 80% صادرات محصولات آذوقه‌واری را در بر می گیرد. باید تأکید کرد که ما در استحصال و صادرات محصولات کار کرده شده کشاورزی اقتداری نظررس داریم. در رابطه با این توجه صاحبکاران محلی را به بنیاد کارخانه‌های مجهز با تکنولوژی‌های معاصر برای کارکرد میوه و سبزیجات، استحصال محصولات نهایی، وسیع نمودن میدان گرمخانه‌ها، مرکزهای لاجستیکی، اینچنین انشاءات یا سردخانه‌های زمانوی را برای نگهداری میوه و سبزیجات جلب نمودیم. حالا هم در جمهوری ذخیره‌های استفاده نشده برای رشد و پیشرفت ساحه کشاورزی و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم خیلی زیادند. برای بلند برداشتن ثمراناکی استحصالات کشاورزی، همکاری ها را با نهادهای مالیوی بین المللی و شرکت‌های وطنی و کشورهای خارجی گسترش باید داد. ما تصمیم گرفته ایم که تا سال 2030 برای بلند برداشتن ثمراناکی ساحه کشاورزی و افزایش حصه آن در تأمین امنیت آذوقه‌واری از جمله غذای مکمل فعالیت را دوچند افزون گردانیم. باید قید نمود که بحران سالهای اول استقلالیت دولتی به استفاده ذخیره‌های مهنتی تأثیر جدی رسانید. بیکاری، شغل در بخش غیر رسمی اقتصاد و مهاجرت داخلی و بیرونی افزایش یافت. البته برقرارسازی استفاده ذخیره‌های مهنتی و متناسباً عملی سازی حقوق کانستیتوسیونی یعنی حقوق به مهنت شایسته جنبه دراز مدت دارد و حکومت جمهوری تاجیکستان به مسئله تأسیس جایهای کاری چون یکی از سمت‌های مهمی عملی سازی حقوق کانستیتوسیونی به کار توجه خاص ظاهر می نماید. مسئله بلند برداشتن شغل اهالی و بهتر کردن صفت بازار داخلی مهنت یکی از مسئله های مهمترین سیاست اجتماعی مملکت به حساب می رود. صاحب جای کار و منبع درآمد شدن هزاران نفر ساکنان دهات که در نتیجه به اختیار آنها دادن 75,000 گکتر زمین صورت گرفت، از جمله اقدامات اولین و جدی دولت بود. در مسئله شغل باشد، سیاست دولت پیش از همه به تهیه چاره‌بینی‌ها دایر به مهیا کردن جای کار و تأمین شغل اهالی در داخل کشور نگرانیده شده است. در دوران استقلالیت دولتی، قانونگذاری که مناسبت‌های کاری را تنظیم کرده در مجموع به معیارهای بین المللی مهنت موافقت می نماید تشکل یافت. سیاست دولت به تشکیل جایهای نوی کاری توسط مساعدت به بخش خصوصی و صاحبکاری، جلب سرمایه، دستگیری رشد صاحبکاری خصوصی و شغل زنان، اینچنین رشد کسب‌های مردمی و مهنت خانگی
گسترش عملیه استفاده شکل‌های موسمی شغل و مطابق گردانیدن ملکه قوه‌های کاری به طلبات بازار مهنت نگرانیده شده، در این سمت یک قطار تدبیرها عملی گردیدند. در این دوره شماره اهالی قابل کار 2 مراتب افزود و حالا 5.2 میلیون نفر را تشکیل می دهد. در دوام 10 سال اخیر به حساب میانه هر سال اهالی قابل کار به مقدار 123,000 نفر می افزاید. عملی گردیدن برنامه‌های دولتی مساعدت به شغل اهالی امکان داد که در 10 سال اخیر زیاده از 1 میلیون جای کار دائمی، موقتی و موسمی تأسیس داده شده. تنها توسط مقامات دولتی شغل اهالی 315,000 نفر با جای کار تأمین گردند که 30% آنها را زنان تشکیل می دهند. با مقصد مساعدت هرچی بیشتر به اهالی برای آموزش کسب و اختصاصهای در اساس طلبات بازار مهنت، حکومت جمهوری تاجیکستان در مدت کوتاه شبکه مرکزهای تعلیم کلانسالان را تشکیل نمود که امروز این مؤسسه ها از روی 48 کسب و اختصاصی جوابگوی استانداردهای بین المللی متخصصان را تیار می کنند. توسط چنین مرکزها در 10 سال اخیر 70,000 شهروندی بیکار از حساب مبلغ‌های بودجه دولتی صاحب کسب و کار گردیدند. مهاجرت کاری خارجی یکی از سمت‌های مهم بازار مهنت جمهوری به حساب می رود. از این رو عملی نمودن تدبیرها جهتی به نظام درآوردن روند مهاجرت کاری و حفظ اجتماعی آنها موافق مقصد می باشد. هدف اساسی سیاست دولتی در بخش مهاجرت کاری و حفظ اجتماعی و حقوقی شهروندان جمهوری تاجیکستان که موقتاً در خارج کار می کنند، از تنظیم رفت و آمد، پیشگیری مهاجرت غیر قانونی و پایدار نمودن قانونیت ضمن مهاجرت عبارت می باشد. قبول و عملی شدن برنامه‌های مهاجرت کاری شهروندان جمهوری تاجیکستان به خارج عامل مهمی حل این مسئله گردید. مخصوصاً به امضا رسیدن و تصدیق سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره فعالیت کاری و حفظ حقوق شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و شهروندان فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان امکانیت وسیع تنظیم مهاجرت کاری را فراهم می آورد. جهت تطبیق نقشه شغل اهالی، مهاجرت کاری با راه آموزش کسبی و به خارج فرستادن شهروندان برای آمادگی کسبی کادرهای کارگری تدبیرها عملی شدند. در این دوره فعالیت در سمت حفظ منفعت‌های مهاجران مهنتی و حفظ اجتماعی و حقوقی شهروندان جمهوری که موقتاً در خارج کار می کنند با تنظیم رفت و آمد، تهیه و به امضا رسانیدن سازشنامه ها از جمله سازشنامه بین دولتی با کشورهای قبول کننده، بلند برداشتن سطح تخصص و از نگاه اجتماعی و حقوقی حمایه نمودن مهاجران مهنتی بی واسطه پیوست بود. با مقصد تأمین انتقال پول به واسطه نظام بانکی در سال 2001 اندازی 30% از انتقال پول برداشته شد. یعنی مشکلات گرانی انتقال مبلغ حل گردید.
حکومت جمهوری تاجیکستان با نظرداشت درک دقیق تأثیر بحران اقتصادیات روسیه به مهاجران مهنتی کشور ما در دایره چاره‌بینی‌های ضد بحرانی با مقصد با جای کار تأمین نمودن شهروندان بیکار و مهاجران مهنتی به وطن برگشته برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی برای سالهای 2016-2017 را قبول نمود که باید در اساس آن بیش از 300,000 جای نوی کاری تأسیس و برقرار کرده شود. من بعد نیز کوشش های ما برای با شغل پرمحصول فرا گرفتن اهالی روانه می گردد و به این مسئله همچون عامل اساسی رشد نیروی انسانی و صفت آن اهمیت خاصه می دهیم. شغل پرمحصول را توسط بلند برداشتن حاصلناکی مهنت و صفت بازار مهنت، رشد ساحه‌های صناعتی کارکرد، کم کردن شماره بیکاران خصوصا در بین جوانان، دیگرگونی‌های ساختاری و اداره کنی ثمره بخش مهاجرت مهنتی وسعت می دهیم. در 15 سال من بعد از 40 تا 70% شماره عمومی اهالی مشغول کار زیاد کرده می شود. برای این از حساب رشد ساحه‌های کارکرد، افزون نمودن استحصال محصولات بافندگی، خوراکواری، ساختمانی، کیمیاوی، معدنها و خدمت رسانی‌های نقلیات و علاقه، سیاحی و معارف و تندرستی جایهای کاری تأسیس داده می شوند. بابی 2. رشد اقتصادی تاجیکستان و دورنمای استراتژی آن. 3. عملی سازی سیاست مستقل اقتصادی در ساحه بودجت و انداز. در مرحله اولی دوره استقلالیت دولتی، رشد امکانیت‌های بودجت دولتی خیلی محدود بود. با راه تامین نمودن رشد با ثبات اقتصادیات و تطبیق سیاست درست بودجت و انداز، درآمد بودجت دولتی سال تا سال افزایش یافته از 6.1 میلیون سامانی سال 1991 تا به 17.5 میلیارد سامانی در سال 2016 برابر گردید که این نشان دهنده نسبت به سال 1991 بیش از 2866 برابر زیاد می باشد. اگر بودجت دولتی در سال 2007 از روی درآمد 376 میلیارد سامانی را تشکیل داده باشد، سال 2016 این نشان دهنده تا 17.5 میلیارد سامانی رسید که 4.6 مراتب افزایش داشت. حجم عمومی بودجت دولتی که در سال 1997 به سر هر نفر اهالی کشور همگی 19.8 سامانی را تشکیل می نمود، در سال 2016 به 2004.5 سامانی رسانیده شد که آن به معنای بیش از 100 برابر افزایش است. باید گفت که مقصد اساسی سیاست صرف بودجت دولتی پیش از همه دستگیری همه‌جانبه رشد ساحه‌های اجتماعی، اینچنین تدریجاً زیاد کردن اندازه معاش و نفقه اهالی مملکت و به این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور می باشد. در مصرف بودجت دولتی جمهوری سمت اجتماعی در سرخط قرار دارد.
حصه خراجات بودجه دولتی به سیاست اجتماعی همه ساله افزایش می یابد. در سال 2016 آن 50% بود که این نشان داد در سال 1997 24% را تشکیل می داد. در برابر این برای بهتر نمودن شرایط مؤسسه های ساحه لایحه های افزایش‌ناک سرمایه گذاری تطبیق می گردند. در نیمه اولی سالهای 90 کسر بودجه جمهوری از حد معمولی قریب 9 مراتب زیادتر بود و اندازه کسر بودجه با مقیاس امیسیه پول و سرعت تورم موافقت می کرد. بنابراین حکومت جمهوری تاجیکستان با راه زیاد نمودن درآمد، اختصار کردن خراجات و جلب نمودن کردیت ها به کم کردن کسر بودجه موفق شد. سالهای آخر کسر بودجه هنگام تصدیق بودجه دولتی از 1% مجموع محصولات داخلی زیاد نیست. در رفت اجرای بودجه باشد زیاد شوی درآمد نظر به خراجات تأمین کرده می شود. روند تطبیق بنفشه‌گیری میان مهلت بودجه‌ای در جمهوری تاجیکستان از سال 2007 مرحله به مرحله آغاز گردید. برای بلند برداشتن ثمره‌ناکی فعالیت سیستم بودجه‌ای و سیستم اداره‌کنی دولتی، استراتژی اداره‌کنی مالیه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2009-2018 تصدیق کرده شد که برای بهتر نمودن نظام مالیوی، استواری مالیه دولتی، تقسیم ثمره‌ناک ذخیره ها جهت مقصدناک تقسیم نمودن ذخیره اولویت های استراتژی و خدمت رسانی ثمره‌ناک برای با مصرف کم رسانیدن خدمت های با صفت دولتی راه اندازی گردیده است. سیاست انداز و مالیات کشور در نوبت اول برای تأمین واردات بودجه و دستگیری رشد صاحبکاری روانه شده است. دایر به تکمیل و تنظیم قانونگذاری انداز کارهای زیاد انجام داده شد. ما روند مکمل نمودن نظام اندازبندی را تأمین نمودیم. از جمله کادکس انداز جمهوری تاجیکستان را در سال 1999 مورد عمل قرار دادیم. در اساس این سند تمام مقررات اساسی مأموری، نوعهای مشخصی اندازها و دیگر پرداختهای حتمی که در جمهوری تاجیکستان جمع آوری می شدند گرد آمد و نخستین بار به انداز سپار دادن رقمی مشخصی انداز سپارنده پیش بینی شده. شماره اندازها و دیگر پرداختهای حتمی کم گردیدند. شما گفتار ششم را از روی اثر افقهای استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.